بابا جان یک تایش میرود یک تای دیگرش میادن لبای التماس پدر و مادرم رو بوید برگردن. گوش کن دخترم آنها کمی در بیرون مانند ما هم کمتر استراحت کنیم تو باشی کمتر کیف و صفا کرده بیگرد همین خیلی بابا جان شما از زمین تا آسمان راست میگویید حتی بسیار حق هستید اما مادرم خوب نیست عصبش ویران است. یک چیز گویم من در اینجا به مادرم سلامتی روحیم رو از دست میدهم. التماس میکنم بابا جان گوید برگشته آیند گپی مرا رد نکنید. اگر تو این خیل کنی من غمگین میشوم مایلش لیکن به خاطر تو فریاد بکن آید اما به مادرت بگو در آنجا وید نکند که اکنون تا این جایم آمد. مایلش بابا جان وعده میدیم میگویم. مایلش بابا جانی من اینها مرا میکشند من شما رو دوست اینها میدارم. مرا میکشند. الو شوکت لبای اولیا حضرت در کجایی؟ شوکت گوش کن به تو یک گپی مهم میگویم راستی است زهرا کودک دار میشود. بهترین این رو جشن گرفتن در کربوک اکرم. جشن گرفتن کو جشن میگیریم و در اینجا یگان کس نیست. مرا گوش کن تو با ماشینت پریده بیا مرا گیر یک تشکیلی خوب میکنیم میلش. تمام بابای اکرم گپش قوقه من حاضر ماشین رو ششته به نزد شما میبیم و شما رو میدونم به کجا برم جناب تو را در حال انتظار میشوم. این بینه چی میشود ما یک عائله بزرگ هستیم. ما یک عائله بزرگ هستیم. در دلم از همه جای قیمت ترینش را برای شما خالی میگذارم. شاید روزی برگشته به اینجا میایی. هنگامی که چشمانم را میپوشم تنها سیمای شما در پیش نظرم است. نابودی تو را به نهایت احساس میکنم چون که در داخلش تو هستی. همین که من خودم را بد حس کنم با صورت تو گفتگو میکنم. اماک شما چقدر رمانتیک بوده اید. 1 2 3 مرا از ته دل فریاد مکن. نفهمیدم. به صدای این با دقت گوش کنید. بیشتر از غیجک حکایت میکنند و از جداگی ها شکایت میکنند. همیشه با شما میمانم خانم سلیم. عزیزتان میشوم. شاید برای ما حیاتی نو آغاز شود. روزها پای هم میگذرد شبها میگذرد. شاید درد دل لیوین را احساس کنید. خانم سلین در ایتالیا دوستانی نو را پیدا کرده. دوستانی دینی را فراموش نکنید. خانم سلین عشق من و تو یک حکایه بزرگ است. نباید این حکایت همین خیل به آخر برسد. دوام عشق ما را با وی برو ایما میگذرانید اگر راضی باشید. جناب با اجازت شما با خدمت میگذاریم. در خوراکی اول پیتزا ایتالیایی داریم. خیبر درست چی نگاه داره؟ تو را گسل کردن میخوام خانم سلیم. نمیشود لیوند. اکم ماشین دارد شما را میبریم. لیوند نمیشود گفتم. یعنی
من حتی زهره را دعوت نکردم. آخر من خودم خیر خوش را دوست نمی‌دارم. مانند آنی که باز پگاه با میخوره، مثل آنی که گویا من به هیچ کجا نمیروم. تو هی تو جنت میری، تو هی میرا جنون، تو هی تو منت میری، تو هی روح کا سکون، تو هی आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। مرحمت. تشکر. باشته تو. رحمت. شوکت، لبه لحظه میدانی دختران این چیز را برای من کردن. یا خدا تابا چرا؟ برای سلامتیم. بیای برای سلامت شما میبرداریم. بیا نوشیم. لیکن من نمی نوشم. تو نمی نوشی؟ آخر از همه کارمندان بدیم قسخ میترسم. برای همین تو را انتخاب کردم. خیلی برای شما می نوشیم. برای همین می نوشیم. شوکت، لبه انا ما به اینجا آمدیم اما در جوانی من در آن گذشته در جای آن یک ایستگاه، یک کازینو بود. کازینوی مکسیم گفتند. روزی در آن کازینو با دختر روبرو شدم و حتی نامش را نفهمیده تمام عقل و هوشم را گم کردم. فهمیدم که عاشقش شدم. از پس او بسیار دویدم، اما چی فایده؟ قلب او را دیگر کس دزدیده بوده است. 3-4 سال عمرم را بیهوده صرف کردم. خیلی میبرداریم. بی برای 4 سال برباد رفتگیم. بیا شوکت. چی گویم؟ ما باشیم با دیگرش آینه دار شدیم. چی گفتند؟ دوست داشته را گرفتن نتوانی، گرفته را دوست می‌داری. دامالا زیادالله مرا در نزد در پیشواز میگیری ها؟ مگر من نگفتم که از بیت دور گرد؟ اوه ای بس از دامالا، از بیت دورگرد، از بیت دورگرد. کاری تو چی؟ یا که مگر با بیتول عاشق هستی؟ چی گفتش؟ چی گفتش؟ سرده دستم را؟ سرده؟ تو کی هستی ها؟ من همه چیز را میدانم. چی را میدانی؟ شوهر حقیقی زهره نبودنت را میدانم. دروغ بودن ازدواجتون، ساخته بودن همه کارتون رو از اولش میدانم. این رو با تو کی گفت؟ کی میگفت؟ زهره گفت. زهره گفت؟ البته زهره. اگر زهره هم نمیگفت من با تو بر این آدم اولاد شدنش را باور نمیکردم. سهمی مرا گوش کن. بیتول مرا نگاه نمیکرده است. خی زهره چی؟ مگر زهره مانند تو بر این آدم رو نگاه میکند دامالا زیادالله؟ تو اول یک با افتو بشره خودت نگاه کن. اوه زهره، اوه زهره بلا زند. چشم سیاه داری قربان شب من، خانه کجا داری مهمان شب من.
چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه جا داری مهمانت شوم من زلف سیاه داری قربانت شوم من خانه جا داری مهمانت شوم من چشم سیاه داری قربانت شوم من خانه جا داری. شوکت، در اصل این خورش خوب تیار شده است. بسیار با لذت است به خدا. از همه با لذت ترش در کجاست؟ میدانی؟ طرفخانه پایتخت. تو از کجا میدانی؟ راهبرش دوست عزیزم مظفر است، به من ماشین تحفه کرد، مرسدس. بیا شوکت. برای مرسدس. شوکت، به اینجا مدتی دراز است که نامدم. آقای اکرم، به جای شما باشم هر روز همین جایم. پول هست، راحت هست، وقت هست. کمتر اگه همین سن سالتون ویش دسته خیلی هیچ گپ نه. و سالم چی شده است؟ من راننده این پیری کار هستم، بعضا با او کمک میکنم شما خفه نشوید. راست گفتی نه؟ جان تصدق گم نیست اویا حضرت. تو گفتم که بازی کن، این قمار است. کلام بازی کردی، کلام باید دادی موی سفید. ای احمق، این چخیل گفزنی است؟ مگر این کس را نمیشناسی؟ این کس جناب اکرم است. با پول میزند دیگر به خود نمیایی. گپهایت را خواهیده گفزن. چخیل گفزد است ها؟ ای حیوان. ایست شوکت. حضور میپرسم اولیا حضرت. اینقدر پول نقد ندارم. اگر خواهید به شما چک می نویسم. این رو باید پیش از بازی فکر میکردید. قرض قمار با چک میک نمیشود. پول رو نقد روی میز میگذارید. جناب اکرم، در اینجا کارت و بانکمت به کار نمیاد. پس نباشد 1 دقیقه به پسرم زنگ زنم. زنگ زنی. فروخ پسرم، به خانه آمدی؟ مرا گوش کن، به هیچ کس چیزی نگفته. به جای خوابم درآ، سیف را گشوده، به من 500,000 گرفته بیار. دیگر چیزی رو نپرس. گوشی را به شوکت میدم، سراغه را به تو میگم. میلش سراغه را گو. علیا کی فرو؟ بله شوکت، من اونجا رو میدونم. میلش تو تلفن رو با پدرم ده. پدر جان، من پول رو گرفته در حال میایم. شما هیچ خواطر نشوید پدر جان، من همش رو حل میکنم. خانم زهرا، با شما گپ دارم.
دوملو بسیار سراسیم هستم التماس. خانم سمی چی خیلی از وقت بودن ازدواج ما خبر دارد شما چی خیلی با او گفته چرا این کار کردید؟ من نگفتم از کجا دانم که چه خیلی خبردار شده است. دوملو زود رفتنم در کار بسیار مهم است التماس. از این دیده باز چی مهمتر میشده؟ دوملو در حقیقت رفتنم در کار است. برگب میذاریم منش. تو از حد گذراندی عجبا باز چی کارها کرده ایستاده ای؟ رای سفید خانم سلیم. لوینت خدایا صدایش حالا هم به گوشم می آید. لوینت صدایش در وجودم است. با این اصلا چه خیلی طاقت میکنم. این دوری را من چه خیلی دور میکنم. این رابین صدایش در گوشهایم، سیمایش در خیالم. در خیال نیستم یک رو نرفتم برگشتم. خانم سلیم نرفتیدم. برای من نرفتیدم. این خیلی تمام فهمیدم شما هم مرا دوست میدارید. دیگه چه وای وقتی به فرودگاه رفتنم یک زنگ تلفنی شد. تکلیف کردهشون رو بکر کردم. عذر برای این نرفتید. من فکر کردم که برای من نرفتید. شما نرفتید دیگرش مهم نیست. مرحبا. جو مدن هایم پرابلم نیست من نبرم. این طرفش رو من خودم حل میکنم. در پایان گل است. آن را من گذاشتم. میتوانید گیرید. خانم سلیم این شهر به شما گوریستان است. سپاسگزارم. شبی خوش. شبی خوش. یک بار صبح بخیر تا میگم. صبح بخیر سلیم جان. سلیم جان نباشد خیر. نرم هیچ که من با من بودن میخواهد. قربان تو شوم سلیم جان که نرفتی. آی بزرگ این دیوونه خوب شده است. او رو بین بچه خاله نمیتونم بکنم. او چی کار میکنی؟ نه بیستانی خاله بیا چا سله نرم. دل را نگاهی مستی تو دیوانه میکنن. دل را نگاهی مستی تو دیوانه میکنن. لا 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 بله 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 لا 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 بله بله. تراش میستی. ای تایلاق چی کار کرده ایستاده ای کنی خز؟ حیوانی بفهم. شما از حد گذرانده ایستاده اید چی شد؟ کاری خانم سلین را ویران کرده توانستید؟ کاری خانم سلین سر نشده تمام شد. اکنون راحت باش. به هیچ کجا نمیرود. اوه بسیار خوب. چیکار کردید کنی فهمانید؟ که سرداری آن شرکت جلال است کی است نمیدونم. سیاه جلالی سیاه اکا جان همین جلالی سیاه رو میدونی اول تایدش کردیم گب رو نگیریم بعد خوب لطکوبش کردیم سیلی رو نگده سود به ایتالیا را. تو راحت باش اکا به آن حریف گفتیم کی تو رو به بلندی برآورده از آن بلندی به زمین میپرتیم. زود گفتیم ما رو قبول کن. آفرین بر شما. در آخر گربه شده یک موش داشته توانستید. آفرین. خانم سلین خفه نشود. از دست دادن او را طاقت ندارم. ناممکن است.
خدایا تا با اینها در این شبه در قمارخانه چیکار دارم؟ زهرا باز از قفای چیکار هستی؟ پدر شما در اینجا چی کار میکنید ها؟ یزنا در حال به اینجا اومدن تا لازم است. یزنا بابیم در یک جای خطرناک است. من هم نمیدونم. حاضر سوروغه رو میدیم. موسفید ما را باز فریب ندهی. نه کمتر پس پسرم میارد. اگر فریب دهید شما را نابود میکنم. چقدر که پسرت دیر ماند حیاتی تو همان قدر کم می شود. چه خیلی که این سگت گفت اگر ثروتمند باشی برای تو یک قبر بسیار هم پر آرایش زیبا می کنند. اکا جون بخشش مرا هم در بری امی بابای اکرم گور کنید. دوت را گیر. پدر جون خوب هستی؟ خوبم پسرم پول را آورد. پسرت همین است؟ آی پول را آوردی؟ در اینجا چی گپ است نه؟ پول را آوردی میگویم. این آدم کیست پدر؟ منه کی؟ شکرانه نان برکت و دست من خیستی. دو شب کدرم. منم از اونجا ایسته در جایتان شنید. شنید گفتم؟ خواهش میکنم شما شنید. به ما خدا داد لیکن منبع پول را یافتیم و سیری از خود کنیم. موسفید کنی بگو به اینجا باز 500,000 دیگر بیارن. احمق رابین میگویید خدا خرید ایستاده باشه. امک جان بابا جان دختر جانم شما خوب هستی؟ خوبم نبیرم حامله دار است. این دختر کیست؟ نبیرم بیا گذاشتشین تو حامله دار هستی. کارت نباشد دخترم شی خوب هستی زورو؟ چه حال میکنی؟ آفرین انا اکنون میبینیم که در دست چی داریم. بابا امک نبیره و تیفلش. بله 4 نفر. بله 4. 1 میلیون میخواهم. 4 نفرتون در اینجاست. 500,000 بسی نمیکند. چی؟ زود باش موسفید زنگ زن زود 1 میلیون بیارند. وای شوکت سری من رو در بالا گذاشتی بس نبود آقای اکرم رو در بالا گذاشتی. اگر با زهرا یگان چیز رخ دهد تو را نمیبخشم. در اونجا چی گپ است؟ تو یک رفته بین.
در همان جایی. این کجا شده؟ بابا چی شد؟ تو هم رفته بین؟ اما احتیاط باش. چی گپ است؟ چرا بر نمیگردند؟ یا اینکه شما مرا به دام افکندید؟ یگان تاتون از اینجا سلامت نمیبرایید. رو هم ببین، ولی با دقت باش. شاید بسیار است. او بوده میتواند، بوده نمیتواند نکرد. در جای چینه انیق به نجاتی من آمده است. حالا شما روزتان رو میبینید. کیست آنجا که آدمانی مرا نگاه می‌دارد؟ های در آنجا کیست؟ زود برا که نباشد از دختر آغاز میکنم. یگان کس نجنبد. از اینجا یگان تاتان سلامت نمیبراید. زاغی سیاه آمدنت را میدانستم. تمام دیگه وقت نیست. شما در حال از اینجا برید. تو هم بیا. خانم مال وقت نیست. من خانشانم آدمون را سرگرم نکنم. شما برید. رفتی. زود باشین. شوکت تنها رو ببر. من حل میکنم. تمام من اینها رو میکنم. با تو حالا بد صحبت نکنم. رفت. بسم الله الرحمن. یزنا خوب هستید؟ و شما یکون چیز نشد؟ خوبه. یزنا ما خوب هستیم. زاغی سیاه در داخل دستیم ما سر رو نجادی. زاغی سیاه؟ بله زاغی سیاه آمد. جانی همه ما رو نجات داد. تو اقلا رفته جانی زاغی سیاه رو نجات بیده؟ یا خدا برادرم ها رو در بین دو آتش میمونن. همه داخل میشویم. چی ایستاده ای بدر اون درا؟ رفتیم سردار. بیا دخترم بیا با ما شیشینیم. Kapekelas! Nagodzisz! Nagum! زاغی سیاه زاغی سیاه من فکر کردم که دیگر هیچگاه تو رو نمیبینم. حالا آنکه مرا تو باز نجات دادی فکر کردم که مرا گذاشته رفتی. گفت زن آخر یگان چیز بگوی. یگان گپ نماند. چه خیر گپ نماند؟ گپ از گپ بسیار است. در اصل برگشتنی نبودم. امانت ها نیستم. زهرا ما رو دیگر نمیبینی. از همین سبب سرت رو در بلا نگذار. چون که من نمیایم. این طور کردن نمیتوانی. مرا همی خود گذاشته رفته نمیتوانی. تو قهرمان من هستی.
تو نجات بخش من هستی. زود باشه، زود زاغی سیاه نرم زاغی سیاه نرم همه اینها را به شو ببرید. زود باشه. شخصی به من حمله کرده را خوب نگه دارید. من با او حساب کتاب دارم. بیایید میرویم. زاغ سیاه برای عائله‌مان باز یک قهرمانی کرد. نباشد از دست این نل هیچ کار نمی آید. تنها گناهکاران از پا افتاده را دستگیر کرده میبرد. بیایید رفتیم. میری. خدا از این زاغ سیاه هزاران بار راضی باشد. اوی کلتکیلاس، با نقاب زاغ سیاه به شرف باز با من سر به سر شده ایستاده ابله. اما حسابی را من از تو میپرسم. اگر نامی من اونل باشد میپرسم. رفتیم شبکت رفتیم. اگر زاغ سیاه نمی بود بر آمدن ما امری محال بود. خدا از او راضی باشد. زاغ سیاه عجبا این زاغ سیاه کی باشد؟ در حالتهای وزینی زهرا دایم در برش است. با خدا چی گویم، ثواب صدقه داده‌تان است. داملا میگویم که با یک دمی گرمتان به من دعا خوانید و مرا خواب خوش برد امشب. خدایا توبه. البته آقا میخونم. دفترم در بالاست. دعای تأثیر بخش در آنجاست. آن را گرفته بیارم. عشقم لبه جانم، تو بشین، من خودم رفته میارم. در بالا در کیسه درون شیمم است. منش وای، نقاب در کیسه هم است. زهرا میبیند. با اجازت شما. مایلش. یا خدا توبه. این نقاب را از کجا یافتی؟ این نقاب زاغ سیاه هست. یعنی اگر شما را نشناسم از زاغ سیاه بودنتون. زاغ سیاه حتی فکرش خنده آور است. نقاب را از یکون جا نیافتم. این نقاب از من است. نفهمیدم. یکون جایی نفهمی ندارد خانم. زاغ سیاه منم.
اپتیموس براین هستم. من به زمین آمدم که دشمن ها را نابود کنم و آدم ها را محافظت کنم. بامبلبی، تشکر زیاد. تو خیلی هم خوب آدم ها را محافظت کردی. نمیارزد اپتیموس براین. ما میدونیم که تو وقتی که تو در اینجا باشی آدم ها رو هیچ کس دست رسانده نمیتواند. با تو تشکر اپتیموس براین.